نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادات الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما گردان تا به همراه شما خوبان و سروران با سوره دیگر از کلام الله مجید همراه بشیم و مختصری از ترجمه معانی آیات این سوره عظیم رو با هم داشته باشیم. سوره مبارکه المعارج، سوره مبارکه معارج که در ترتیب مصحف شریف 72مین سوره کلام الله مجید است و در مکه مکرمه نازل شده و 44 آیه داره. سوره مبارکه معارج یا نام دیگر این سوره سأل سائل هست. سوره معارج یا سأل سائل که به خاطر آیه اول این سوره سأل سائل گفته میشه و معارج هم برگرفته از آیه 4 این سوره مبارک است. الله متعال در این سوره مبارکه معانی و مفاهیم والایی رو برای ما بیان می دارد. در ابتدای این سوره الله متعال اشاره می فرماید به موضوع قیامت و اهمیت این موضوع و توصیف میکنه برای ما روز قیامت رو. در این سوره این گونه می خوانیم در ابتدای سوره الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع. سأل سؤال کرد یک سؤال کننده ای به عذابی که پیش روی آنهاست و یقینا واقع خواهد شد. اینجا حکایت از یک سؤال داره و شأن نزول این سوره مبارکه این هست که یکی از سران شرک و کفر در مکه مکرمه به نام نضر بن حارث از رسول الله علیه السلام خواست که اون وعده‌ای که تو به ما هی وعده میدی و ما رو میترسونی از عذاب پیش رو، اون عذاب کی نازل میشه؟ این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اگر تو راست میگی که این وعده‌ای که به ما داده ای واقعا حقیقی است، پس بخواه از الله متعال که این عذاب رو نازل بکنه، از آسمان برای ما سنگ بباراند و یا اون عذاب دردناکی رو که تو صحبتش رو میکنی برای ما برساند. این سوال جنبه تمسخر داشت، یعنی اینکه مسخره میکردن و میخندید که یعنی اون عذابی رو که تو ما وعده دادی اصلا دروغی بیش نیست و اتفاق نخواهد افتاد. چون که مشرکین مکه میداریم که با وجود اینکه معترف بودن به وجود الله متعال و ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و نضر بن حارث، عقبه بن ابی معیط و دیگر سران کفر و شرک مکه مکرمه، با وجود اینکه با رسول الله علیه السلام دشمن بودن و مبارزه میکردن، اما اونها الله متعال رو هم قبول داشتن. اونها اینطور نبود که الله متعال رو قبول نداشته باشن و به منکر وجود الله متعال باشن و الله متعال رو قبول نداشته باشن که آسمان و زمین خالقی دارد و یا اینکه آن بت‌هایی رو که میپرستیدن لات و هبل و عزا و دیگر بت‌هایی که اونجا بود به این گمان باشن که اینها خالق آسمان و زمین و مالک و مدیر و مدبر آسمان و زمین هستن. نه، همچین تصوری نداشتن، بلکه اونها الله متعال میفهمد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از آنها بپرسید، ابو جهل، ابو لهب و دیگر سران کفر و شرک در مکه مکرمه که خالق آسمان ها و زمین کیست،
قطعا و یقینا به تو خواهند گفت الله. و حتی الله متعال میفهمد اگر از اونها بپرسی که کی شما رو رزق میده از آسمان ها و زمین، من یرزقکم من السماء والارض، و کی است که مالک گوش و چشم و قلب شماست و کی مرده را از زنده بیرون میکنه و زنده را از مرده بیرون میکنه، و پس در پاسخ خواهند گفت فسیقولون الله، خواهند گفت که الله متعال. حتی اونها بر این باور بودن که خالق، مالک، مدیر، مدبر آسمان ها و زمین الله متعال است، و فقط اون کسانی رو که مجسمه اونها رو ساخته بودن از اولیای الله متعال واسطه بین خود و الله متعال میدونستن و میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو میکنن پیش الله تعالی. با این وجود که الله متعال رو قبول داشتن، اما مشرک بودن در رابطه خود به الله متعال و صفات الله متعال رو برخی از بندگان او هم داده بودن، و یا به تعبیر دیگر برخی از بندگان الله متعال رو در صفاتی به الله متعال شریک کرده بودن و این شرک آنها بود. اما عجیب بود که اینها منکر قیامت بودن. مشرک مکه منکر قیامت بود. وقتی به اونها گفته میشد که شما روز قیامت دوباره زنده خواهید شد، بهشتی است، دوزخی است، حساب و کتابی هست، میگفتن اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون، اگر ما مردیم و خاک شدیم و خاکستر شدیم، آیا ما دوباره زنده خواهیم شد؟ و می آمدن و جلوی رسول الله علیه السلام استخوان پوسیده مرده ای رو مثلا می آوردن، فشار می دادن و اون پودر می شد و می ریخت و می گفتن ای محمد، خداوند چگونه ما رو دوباره زنده خواهد کرد وقتی که این گونه پوسیدیم از بین رفتیم؟ اونها منکر قیامت بودن و منکر دوباره حشر شدن و حساب کتاب و بهشت و دوزخ. بر این مبنا چون منکر بودن، خب طبیعتا عذاب قیامت رو هم انکار میکردن و تمسخر میکردن. و می آمدن از رسول الله علیه السلام میپرسیدن که اون قیامتی رو که به ما وعده میدی و دوزخی رو که وعده میدی چرا نمیرسد؟ به هی از روی تمسخر این سوال رو میپرسیدن. الله متعال فرمود سأل سائل بعذاب واقع، یک سوال کننده ای آمد و پرسیده درباره عذابی که واقع خواهد شد یقینا و هیچ شکی در اون نیست. حتی ذکر نکرد نام این شخص رو، چون ارزشی نداره و مهم نیست که کی سوال کرده. مهم این است که آنچه که سوال کرده حتما اتفاق خواهد افتاد و آنچه که میپرسد واقع خواهد شد. للکافرین لیس له دافع، آن لحظه‌ای که عذاب نازل شود، اون لحظه‌ای که عذاب میرسه، الله متعال میفرماید کافران هیچ وسیله‌ای نخواهند داشت برای اینکه دفع بکنن این عذاب را از خود و دور بکنن. برای کافران هیچ وسیله جهت حمایت از خود در برابر این عذاب وجود نخواهد داشت و نمیتونن که این عذاب را از خود دفع بکنن و دور بکنن. من الله ذی المعارج، در برابر اللهی که صاحب درجات است. المعارج، الله متعال نام سوره را هم از این نام سوره المعارج از این کلمه گرفته شده. المعارج، من الله ذی المعارج، از الله متعال نمیتونن کافران خودشون رو در امان بدارن. اون اللهی که صاحب درجات است و والا و مقام است و عظمت داره و فضیلت داره، والا مقام است، والا درجات است. اللهی که بسیار والاست و عظیم است شأن او، صفات او، ذات او و افعالی که انجام میده خالی از هر نقص و عیب است. در برابر این اللهی که مالک آسمان ها و زمین است و مالک هر آنچه که انسان میبینه و نمیبینه، این الله با عظمت رو چگونه میخواهند کافران وقتی که این الله با عظمت عذاب خود رو بفرستد، اینها در برابر عذاب الله متعال بیاین و مانع بشن و جلوی این عذاب رو بگیرن؟ هرگز این کار رو نخواهند توانست بکنن، چرا که این عظمت به حدی است که اینها در مقابل این عظمت ذره‌ای حساب نمیشوند. تعرج الملائکة و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. در پیشگاه الهی این درجات الله متعال آنقدر عظیم است که ملائکه و روح، یعنی جبرائیل امین علیه السلام، الله متعال میفرماید تمام ملائکه و بزرگترین ملک که جبرائیل امین علیه السلام است و الله متعال به عنوان روح از او یاد میکنه در آیات مختلفی از قرآن کریم. الروح، جبرائیل علیه السلام که عظیمترین فرشته الله متعال است، الله متعال میفرماید اینها در اون روز قیامت فی یوم بالا می روند و عروج می کنند. تعرج الملائکة، عروج می کنند ملائکه و جبرائیل امین علیه السلام الیه، به سوی الله متعال که در آسمان هاست و بالای عرش خود. فی یوم، در روزی که کان مقداره، روزی که مقدار آن روز 50,000 سنه، 50,000 سال خواهد بود. روز قیامت رو الله متعال می فرماید
اون روزی که انسان ها از قبر خارج می شوند و می روند به محضر الله متعال حاضر می گردند و حساب کتاب اونها صورت می گیره و بعد از اون اینها انسان ها یا به جنت خواهند رفت و یا به دوزخ سرازیر خواهند شد. این روز بسیار طولانی است. 50,000 سال طول خواهد کشید. این روز 50,000 سال طول خواهد کشید و در این 50,000 سال ملائکه و روح پیش الله متعال در ترددند و بالا می روند و پیش الله متعال می روند و دستورات او رو می گیرند و انجام می دهند. 50,000 سال روزی است که پیش روی من و تو خواهد بود. 50,000 سال شوخی نیست. یعنی از الان وقتی که ما حساب می کنیم تا تولد مسیح علیه السلام حدود 2000 سال و اندی گذشته است. و تا ابراهیم علیه السلام اگر حساب بکنیم بیشتر از 5000 سال نخواهد بود. 50,000 سال خیلی طولانی است. 50,000 سال، عمر 50 سالی من و شما که فکر میکنیم خیلی زیاده است، 1000 برابرش کن و 50,000 سال فقط یک روز است. البته در آیه دیگری الله متعال در سوره مبارکه سجده میفرماید فی یوم کان مقداره 1000 سنه، در روزی که مقدار آن روز 1000 سال است. اونجا 1000 سال ذکر میفرماید و اینجا 50,000 سال. این تفاوت بر حسب اعمال انسان ها خواهد بود. انسان ها بر حسب اعمال خود فرق می کنند. یکی 1000 سال، یکی 50,000 سال، یکی اصلا هیچ متوجه نمیشه که حساب کتاب او چگونه خواهد بود. اونهایی که زیر سایه عرش الله متعال هستند در روزی که عرشی نخواهد بود، در روزی که سایه نخواهد بود مگر سایه عرش الهی. تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که 50,000 سال خواهد بود. فاصبر صبرا جمیلا، پس تو صبر کن ای پیامبر عزیز من، ای دعوتگر به توحید، ای مخاطب قرآن، ای کسی که کافران تو رو مسخره میکنن و تمسخر میکنن و به باد استهزا میگیرن قیامت رو و حساب کتاب آخرت رو و عذاب آن دنیا رو و دوزخ و جنت رو به مسخره میگیرن. فاصبر صبرا جمیلا، صبر کن، استقامت داشته باش و صبری بسیار زیبا، گله نکن و شکایه نکن و شکوه نکن و به الله متعال توکل بکن و در این راه یاد بگیر که چگونه انبیای الهی چگونه صبر کردن. به فراموش نکن که نوح علیه السلام 950 سال رو دعوت داد، فما آمن معه الا قلیل، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردن با وجود این صبر فراوان و این دعوت فراوان. فراموش نکن که انبیای الهی دیگر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چگونه این مسیر رو پیش برد. خود او مخاطب این آیه عظیم بود و به بهترین وجه ممکن این آیه رو برای ما به توصیف کشید. پیامبر نازنینی که در 23 سال دعوتش انواع و اقسام مصیبت‌ها، غم‌ها و غصه‌ها و رنج‌ها و سختی‌ها و شکنجه‌ها رو متحمل شد. همسر نازنین بزرگوارش فوت کرد، پسرانش جلوی چشمانش هر سه بزرگوار فوت کردند، دخترانش از 4 نفر 3 نفر در پیش چشمانش فوت کردند و از اصحابش و از یارانش چه کسانی و چه نازنین هایی که کشته شدند و در قبر رفتن و از دنیا رفتن و به دست کفار به شهادت رسیدن و همچنین گرسنگی ها و سختی ها و اهانت ها و توهین ها و انبیای دیگر الهی، یوسف علیه السلام که 50 سال و اندی از پدر خود دور بود و دیگر انبیای الهی، زکریایی که سر بریده شد و یحیایی که قربانی گشت در راه الله متعال و اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و دیگر انبیای الهی رو هر کدوم که نگاه بکنیم مظهر صبرند و کوهی از صبر و استقامت. ایوب علیه السلام که 18 سال بیمار بود و خانواده او را الله متعال تمام فرزندان او را از او گرفت و همچنین مال او را و همچنین سلامتی او رو، اما صبر کرد. فاصبر صبرا جمیلا، صبری که بسیار زیبا باشد. صبر کن، ناشکری نکن و استقامت کن. انهم یرونه بعیدا، اونها فکر میکنن که عذاب الهی دور است و نراه قریبا، اما من الله با عظمت او رو نزدیک میبینم. هیچ گمان نکن که آنها فکر میکنن که دور است پس از دست عذاب الهی در امان خواهند بود. اون کسانی که فکر میکنن دیر است، هیچ دیر نیست. قیامت اونقدر هم با من و تو فاصله نداره. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، من الله با عظمت قیامت رو خیلی نزدیک میبینم. قیامت به اندازه مرگ با من و تو فاصله دارد. من مات فقط قامت قیامته، هر کسی که بمیرد قیامت او برگزار شده است و برپا شده است. فاصله من و تو تا قیامت، من فکر نکن، منتظر نباش تا نشانه های عظیم قیامت اتفاق بیفته.
تا اون حوادث عظیم آخرت اتفاق بیفته، تا دجال بیاد و مهدی ظهور بکنه و عیسی علیه السلام دوباره بر زمین نازل بشه. منتظر این اتفاقها نباش، چون عمر من تو کفاف نخواهد داد. اما همین که من تو چشم از این دنیا بربندیم و از این دنیا بریم، قیامت من تو آغاز شده است. اون کسانی که فکر میکنن قیامت دور است، بعد پاسخ بدهند که مرگ اونها چقدر از اونها فاصله داره. فاصله هر انسانی تا قیامت به اندازه فاصله او تا مرگ اوست. و پاسخ بده مرگ تو و من چقدر با من و تو فاصله داره. آیا میتونی تشخیص بدی و مشخص بکنی که چند روز از عمر تو و یا چند ساعت باقی مانده و یا چند هفته و چند ماه و چند سال؟ هرگز نمیشه این رو تشخیص داد. قیامت خیلی نزدیکتر از آن چیزی است که من و تو فکر میکنیم، همان گونه‌ای که مرگ بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که من و تو میپنداریم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آنها او را دور میبینند، من الله با عظمت او را نزدیک میبینم. یوم تکون السماء کالمهل. آن روزی که آسمان ها به مانند مثل گداخته شوند، آسمان ها منفجر می شوند و این نظم در آسمان ها دیگه باقی نخواهد ماند. این نظم الله متعال از بین خواهد برد. شگفتی های عجیبی اتفاق خواهد افتاد. اون روزی که انفجارهای عظیمی صورت میگیره و وقتی به آسمان کسی نگاه بکنه، آسمان رو به مانند مثل گداخته شده و یا روغنی که استفاده شده و سوخته و باز مانده اون گونه خواهد یافت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن. و کوهها و زمین هم در این میان سالم نخواهند ماند و منفجر خواهند شد. کوهها و تکون الجبال کالعهن. این کوهها با این عظمت و ارتفاع و سختی و مقاومت خودشون به مانند پشمهای ریسیده شده ای که رنگی هستند پخش و پلا میشن، چون کوههای مختلف هستند و رنگهای مختلف، گویی که اینها مثل پشم حلاجی شده به گوشه و کنار میپرند و میافتند و رنگهای مختلفی دارند. ولا یسأل حمیم حمیما. و هیچ کسی، هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی خود، هیچ عزیزی از عزیز خود، هیچ دلبندی به یاد دلبند خود نمی افتد و از او نمی پرسد و خبر نمی گیرد. حکایت بسیار تلخی است. الله متعال در جای دیگری میفهمد یوم یفر المرء من اخیه. آن روزی که انسان از برادر خودش میگریزد و امیه و ابیه، و از پدر خود میگریزد و از مادر خود میگریزد و از پدر خود و صاحبته و بنیه، و از همچنین همسر خود، عزیزترین همراه زندگی خود و قطعه وجود خود، فرزند خود میگریزد. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. آن روز برای هر انسانی چنان مشغله های زیادی است که او رو از دیگران بی‌نیاز کرده است و به اونها مشغول است. یبصرونهم. آنها را میبینه عزیزان خودش رو، پدر و مادر رو، خواهر و برادر رو، همسر و فرزند رو، عاشق و معشوق رو، همه رو میبینه. همه اون کسانی رو که در دنیا دوست داشت، همه عزیزان خودش رو با چشم سر میبینه. همه اونها رو میبینه در روز قیامت. نه که نبینه. این که کسی از عزیز خود خبر نمیگیره، کسی که به دنبال محبوب خود نمیگرده، کسی قطعه وجود خود رو اونجا فراموش کرده، به این معنا نیست که اونها رو نمیبینه. نه، اونها رو میبینه. یبصرونهم. به اونها نشان داده میشود. ببین همسرت اونجاست، ببین فرزندت اینجاست، ببین پدر و مادرت رو، خواهر و برادرت رو، عزیزانت رو، عزیزترین فرد زندگی تو که این شخص بود اونجا رو به روی توست. یبصرونهم. اونها رو میبینند. اما انقدر این روز تلخی است و سخت است و هر کسی غرق است در حساب و کتاب خود که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. انسان مجرم و گناهکار آرزو می کند تا بتواند آن روز با قربان کردن فرزند خود، با فدیه دادن فرزند خود، عوض خود به جای خود فرزند خود رو بده که به دوزخ ببرند، اما خودش نجات پیدا بکنه. حاضره که فرزند خود رو فدا بکنه برای خودش و خودش نجات پیدا بکنه. و صاحبته و اخی. و همچنین همسر خودش رو، همسری که در زندگی دوست او بوده است، همراه او بوده، همدم او بوده، هم نفس او بوده، به خاطر او چه کارها که نکرده، به خاطر این فرزند چه گناهانی که مرتکب نشده، چه گناهانی رو که صورت نداده، به خاطر اینکه رضایت همسرش رو به دست بیاره، به خاطر همسری که چه جنگ ها نکرد، به خاطر فرزند، به خاطر همسر، به خاطر برادر، اینها رو همه رو دوست داشت اما اونجا همه رو فراموش میکنه. و صاحبته و اخیه.
همسر خودش، برادر خودش، خواهر و برادر همه رو فراموش میکنه، حاضره که همه اینها رو فدا بکنه، همه اینها رو بده و فصیلته التی تؤوی، و همچنین اون قبیله‌ای که او رو در بر گرفته بود، از او حمایت میکرد، پشتش ایستاده بود، همیشه پشت و پناهش بود، همیشه به اون تکیه میکرد، به این قبیله و قوم و طایفه خودش، حاضر که اینها رو هم فدا بکنه. و من فی الارض جمیعا، و هر کسی که در زمین هست همه عزیزانش رو حاضر که فدا بکنه. ثم ینجی، سپس نجات پیدا بکنه. همه اینها رو بده به خاطر چی؟ همه اینها رو فدا بکنه، خودش رو نجات بده، تا شاید این فدیه دادن، این عوض دادن، این جایگزینی برای خود انتخاب کردن سبب بشه تا این کار او رو نجات بده از عذاب دوزخ. اما این اتفاق نخواهد افتاد. کلا انها لظی، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. آتش دوزخ فدیه قبول نمیکنه. ببینیم که وضعیت چقدر سخت میشه. چگونه میشه انسان تصور بکنه که فرزند خودش رو به جای خود به دوزخ بیاندازه؟ حاضر بشه فرزند انسان به دوزخ بره اما خودش نره، همسر انسان و خواهر و برادر انسان بره به دوزخ ولی خودش نره، قوم و طایفه انسان بره به دوزخ ولی خودش نره، اینها رو به جای خود بفرسته که خودش نجات پیدا بکنه. چقدر اون روز سختی است، چقدر اون روز تلخی است. بیا تا دست برداریم از گناهانمون، بیا تا فکر آن روز باشیم، بیا تا آمادگی بگیریم، بیا تا وضعیت من تو به طوری نرسه، جایی نرسه که حاضر بشیم فرزند نازنینمون رو فدا بکنیم، به دوزخ بیاندازیم، همسرمون و خانواده خودمون رو به خاطر اینکه خودمون رو نجات بدیم. و تنها راه نجات اینه که من تو خوب باشیم، به الله متعال برگردیم و فرزندان خودمون رو مثل خودمون در راه دین بیاریم و تربیت بکنیم و خانواده خودمون رو تا این صحنه رو شاهد نباشیم. کلا انها لظی، هرگز این گونه نیست، از کسی فدیه قبول نخواهد شد. انها لظی، آتش دوزخ همش شراره است و شعله است، انقدر شعله ور و حرارت داره که گویی تو اصلا آتش نمیبینی، فقط اون لهیب آتش رو میبینی، اون شراره آتش رو فقط میبینی. انها لظی نزاعة للشوى، و تمام پوست بدن انسان رو میسوزونه و از بین میبره. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، هر وقت که پوست بدن اینها سرخ میشه و میسوزه و سیاه میشه و کباب میشه و از بین میره، الله متعال میفرماید یک پوست جدیدی رو من جایگزین میکنم، لیذوقوا العذاب، تا بیشتر عذاب بکشن، چون پوست که محل درک عذاب هست و درد هست و اون رگها و سلولهای عصبی در پوست هستن که درک میکنن درد انسان رو و سوختگی رو و عذاب رو. کلا انها لظی نزاعة للشوى، انقدر این حرارت زیاد است که تمام پوست رو میکنه، پوست سرش رو از او میکنه، پوست بدنش رو میکنه و همه اینها رو از بین میبره. تدعو من ادبر و تولا، این آتش هر کسی رو که پشت کرده بود به دعوت الله متعال و روی گردانده بود و رفت بود به سمت دیگری، همه اینها رو به سمت خود فرا میخواند و میگه بیا ای فلانی، ای منکر قیامت، ای منکر قرآن، ای کسی که نماز نمیخواندی، روزه نمیگرفتی و زکات پرداخت نمیکردی، ای کسی که باور نداشتی به این روز قیامت و دوزخ و حساب و کتاب و آتش، بیا امروز به سوی من بیا. میکشه همه رو به سمت خودش جذب میکنه. هر کسی که پشت کرده بود و رفته بود و جمع فاوعى، و اون کسی که جمع کرده بود مال دنیا رو و صدقه نداده بود و انفاق نکرده بود و برای خود چیزی پیش نفرستاده بود، همه اینها رو ذخیره کرده بود. و جمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، انسان این گونه است، حریص است، انسان حریص است، انسان بسیار حرص داره، انسان بسیار به دنبال این هست که مال کسب بکنه و مال دنیا رو کسب بکنه. انسان بسیار ناسپاس است، ناشکر است، انسان بسیار کم صبر است، بی حوصله است. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که شری به او برسه و مصیبتی به او برسه جزع و فزع میکنه، بی صبری میکنه، تحمل نمیکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که به انسان خیری برسه این انسان متمرد میشه. وقتی که در مصیبت است و غم است ناشکری میکنه، جزع و فزع میکنه، آسمان و زمین رو نفرین میکنه، فریاد میکشه و به هر کسی که از دهانش هر چی در آمد از دهانش میگه، بسیار گله و شکایت میکنه، پیش این پیش اون ناله و شیون میکنه، به سر صورتش میکوبه، چاک میکنه یقه خودش رو و لباس خودش رو و لباس سیاه به تن میکنه، موهای خودش رو میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، اما وقتی که به او خیری میرسه و نعمتی به او میرسه این انسان
جلوی انفاق رو میگیره. این انسان یک چیز او رو باز می‌دارد، من میکنه از اینکه در راه دین قرار بگیره، من میکنه از راه دین، خودش در راه دین نمیره، صدقه نمیکنه، انفاق نمیکنه، شکر نعمت رو به جا نمیاره، بلکه این نعمت وسیله میشه که جلوی او رو میگیره از این کارها و او دست به تمرد میزنه و دست به گناه میزنه. الا المصلین، مگر کسانی که نماز میخوانند. کسانی که نماز میخوانند این گونه نیستن. کسانی که نماز میخوانند این گونه نیستن. اینها در سختی ها و مشکلات و مصیبت ها جزا و فضا نمی کنند، پریشان نمیشن. اینها کسانی هستند که نعمت اونها رو فریب نخواهد داد. اگر در زندگی انسان نماز نبود و نمازش رو برپا نداشت، این انسان هرگز موفق نخواهد شد، هرگز طعم خوشی و سعادت و زندگی رو نخواهد چشید. این انسان در مشکلات و مصیبت های زندگی تنها کسانی ثابت قدم خواهند ماند که اهل نماز هستند و نماز میخوانند. اهل نماز همیشه در زندگی ثابت قدمند، شخصیت های استواری دارند. اینها جزع فزع نمی کنند در مصیبت ها، اینها در نعمت ها مست و مغرور نمیشن و خودشون رو گم نمی کنند. اینها اهل نمازند. نماز است که انسان رو کنترل میکنه، نماز است که انسان رو به الله متعال وصل میکنه و نماز است که انسان رو نجات میده. الا المصلین، همه این مصیبت ها و سختی ها و صفات بد رو در دنیا و آخرت کسانی که نماز میخوانند تجربه نخواهند کرد. اینها این مشکلات برای اونها ایجاد نخواهد شد. بیا تا دست با آستین بارا بذاریم و تجدید نظر کنیم در نماز خواندنمون، خودمون، خانوادهمون، دوستانمون، آشنایان و عزیزانمون، تا من و شما از جمله این افرادی باشیم که در روز قیامت سختی ها و مشکلات اونها رو پریشان نخواهد کرد و در دنیا هم ثابت قدم هستند. الا المصلین، مگر نمازگزاران. ادامه آیات رو انشاءالله در برنامه بعد همراه شما خوبان عزیزان خواهیم داشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني